نه آمدم. چی جریان داره؟ مام نخواستم این فرصت از دست بدم. برای ست زنگ بزن. اقرب از هر بی‌وجدانه که هست برش زنگ بزنی. اما او مار از بین میبره. پس ما چرا اینجا هستیم ها؟ مامیج باورم نشد. بودن احمق خودش امر مرگش داده بود، اما وقتی که فکر کردم خود پشت ریش انداخت. مام زدن نتونستا. تلفنت جواب بده. چی گپ است؟ بی‌وجدان ما برات نگفته بودم که میده تو را از گشت پر میکنم؟ نگفتم احمق؟ چی گپ است؟ یوسف تو میخوایی بفهمی که اون نقاب پوش کی است؟ نخواستیم اینجا دوستا زیاد با زحمت شوند. آمده یعنی که پشت اون نقاب تو بودی آقای یوسف؟ حالا فهمیدم. معبودان با خاطر گرفتن انتقام پدر و مادره در نقاب ضرور نبود که پرچه آدم واری پیش روی می آمدی. وقت وام خواد رسید احمق بی‌وجدان. اگر برای تو حدت نفهمونم نام مام قاضی یوسف نباشم. میخواین زنده بانین؟ بسیار خوب. پس کل چیز خدا جمع کرده از اینجا گم میشین و چیزایی را که دیدین با کسی هم قصه نمیکنین. درست است آقا، درست است. تشویش نکن، ما دیگه مردیم. با مرکز خبر بتیم اینا را داخل ببرن. شما برین بستهشان کنین. بعد از این ما را تو و تو را خیال ما میکنه. هر دوی ما را هر چیزی که شبه شد
اما میخوایم بعد از این گروه ویژه بسیار اتفاق داشته باشیم. آکیف یک مسئله دگام است. بگو یوسف. این راز فقط پیش من است. ایلکرام میگفت که تو زنده است. او خبر دارد؟ وقتی که مجبور شدم نجاتش بدم متوجه شد، اما وقتی که روی من ندیده مطمئن نیست. با ایلکر چی وقت میگی آکیف؟ او بیادر تو است. باید این حقیقت بفهمم. فکر میکنی که نمیخوایم بفهمه؟ به خاطر خوبی خودش نمیگم. اگه خبر شوه میخوای امرای ما زندگی کنه، باز وظیفه خود انجام داده نمیتونه. اما ما بعد از این مثل یک خیال است. نمیخوایم ایلکر به مشکل دچار شد.